این ویدیو قصد دارم بهتون آموزش بدم که سنسورهای ماشین، سنسورهای برقی ماشین چجوری کار میکنن و خودتون بتونید از سنسورهای ماشین سر در بیارید که هر کدوم وظیفه‌ش چی است. این ویدیو دو قسمته. قسمت اولش رو که الان دارید ببینید، قسمت دومش هم چند روزیه براتون آپلود میکنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال من هم سابسکرایب بکنید و ویدیوهای قبلی هم ببینید که مطمئنم یه روزی به کارتون میاد. زنگوله هم بزنید که قسمت‌های بعدی گذاشتم شما اولین نفر با خبر بشید. بریم برای شروع آموزش. میریم برای اصلی ترین سنسور، البته همشون اصلی ان ولی اولینش و مهمترینش سنسور اکسیژن ماشینه. سنسور اکسیژن رو تمامی ماشین‌های انژکتور وجود داره و روی اگزوزه، یعنی هر ماشینی روی اگزوز بسته میشه، فقط جاش متفاوته. وظیفه این سنسور اکسیژن اینه، این بسته میشه روی اگزوز، دود خروجی که داره از موتور وارد میشه میره داخل اگزوز میاد داخل این سنسور. سنسور اکسیژن از دودی که وارد این سنسور میشه، این محفظه میشه، به ECU گزارش میده، میگه آقا این دودی که داره از ماشین خارج میشه رقیقه یا غلیظه. اگر روی بنزین میده، بنزین داخلش زیاد باشه، به ECU دستور میده که سوختتو کم بکن و ECU هم به سوزن انژکتور اطلاع میده، میگه آقا سنسور اکسیژن میگه که سوختت داره زیاد میپاشی، اینو کنترلش کن، کمش بکن. کلا تمامی سنسورها تو ماشین‌های انژکتور کارمند ECU هستن. ECU چون بعد آب و هوا و شرایط جوی و ماشین سنگینه یا سبکه رو حساب بکنه، خودش نمیتونه به تنهایی این کارو بکنه. این سنسورایی که هست کارمند ECU هن، به ECU یا کامپیوتر ماشین اطلاع میدن که وضعیت اوضاع از چه قراره. پس شد سنسور اکسیژن وظیفه تنظیم سوخت رو تو ماشین داره و اگر خراب باشه مصرف ماشین خیلی ممکنه بره بالا یا برعکس مصرف خیلی کم بیاد و جفت صورت هم ماشین خفه کار میکنه. ماشینای مدل پایین هم یه دونه داشت، مثلا پرایدای مدل پایین یه دونه داره، مثلا سمند و پرشیا و یه دونه پایین اگزوز بخوره. ماشینای مدل بالا که دیگه یورو 4 شدن دو تا دارن. مهمترینش بالایی است، یعنی سنسور اکسیژن بالا میشه و سنسور اکسیژن پایین. بالا قبل از کاتالیزه و سوخت رو تنظیم میکنه، پایینیه خیلی مهم نیست، یعنی مهم نیست که تو ماشین چیز خاصی ایجاد نمیشه اگه خراب باشه یا اگه سوکتش رو بکشید، چون داره کاتالیزور رو، یعنی اگه کاتالیز باشه این میشه بالاش، پایینم که سنسور اکسیژن پایینه. از کاتالیز دودایی که رد میشه میره توی سنسور اکسیژن پایین، اون متوجه میشه که میسنجه که این دوده از کاتالیز رد شده یا نه، که چراغچک رو روشن میکنه اگه کاتالیز خراب باشه یا نداشته باشی کاتالیز، به شما اطلاع میده، میگه آقا ماشین کاتالیزور نداره، اینو برو اوکیش کن. سنسور مهم اینه که مکمل همین سنسور اکسیژن سنسور مپه. هوای ورودی با سنسور مپه، یعنی هوایی که از دریچه گاز میاد. سنسور اکسیژن هم خروجیه. علاوه بر این که ECU سنسور اکسیژن داره بهش پارامتر میده، یه پارامتر مهمی دیگه هم برای سنسور مپ یا فشار هوای ورودیه که اصطلاحاً بهش میگن مپ. تعمیرکارا مپ هم میشه منیفولد پرژر سنسور که مخففش میشه سنسور مپ. این هوای ورودی موتور رو میسنجه، به ECU اطلاع میده، میگه الان مثلا هم سطح دریایی یا بالاتر یا پایینتری، نسبت به اون سوخت رو تنظیم میکنه و این دوتا دارن بهش پارامتر میدن نسبت به برنامه ریزی کامپیوتری که شده. این دوتا رو یه نتیجه گیری میکنه که آقا این داره میگه خوبه، اینم داره میگه خوبه، پس اوکیه، به انژکتور میگه که تو کاراتو داری درست انجام میدی. و مشکل زمانی به وجود میاد که سنسور مپ یا سنسور اکسیژن داره دستور میده به ECU که میگه سوزن انژکتور نمیپاشه یا داره خیلی زیاد میپاشه. ECU تذکر میده، یعنی با سیگنالی که داره میفرسته به سوزن انژکتور یا هر قسمتی دیگه بهش میگه شما درست کار نمیکنی، به من دستور، یعنی به من اطلاع دادن که شما داری کم یا زیاد میپاشی، کارتو درست انجام نمیدی. و میبینه 2 بار 3 بار اخطار میده، گوش نمیکنه، توجه نمیکنه، وضعیت همونه، چراغچک رو برای شما روشن میکنه. پس علت اینکه چراغچک روشن میشه اینه که یکی از سنسورهای
ماشین درست کار نمیکنه، میگه آقا برو تعمیرگاه، سنسورهای من یه دونهشون درست کار نمیکنن. رسیدیم به بخش شناخت قطعات برقی ماشین. اول توی 2-3 تا قسمت این رو بهتون توضیح میدم، بعد زیر این قسمت ها فایل ضمیمه براتون کارکرد تمامی سنسورها با عکسشون رو گذاشتم که اونا رو هم چند بار مطالعه کنید، بخونید که ملکه ذهنتون میشه. میریم برای اصلی ترین سنسور، البته همشون اصلی ان ولی اولینش و مهمترینش سنسور اکسیژن ماشینه. سنسور اکسیژن رو تمامی ماشین‌های انژکتور وجود داره و روی اگزوزه، یعنی هر ماشینی روی اگزوز بسته میشه، فقط جاش متفاوته. وظیفه این سنسور اکسیژن اینه، این بسته میشه روی اگزوز، دود خروجی که داره از موتور وارد میشه میره داخل اگزوز میاد داخل این سنسور. سنسور اکسیژن از دودی که وارد این سنسور میشه، این محفظه میشه، به ECU گزارش میده، میگه آقا این دودی که داره از ماشین خارج میشه رقیقه یا غلیظه. اگر روی بنزین میده، بنزین داخلش زیاد باشه، به ECU دستور میده که سوختتو کم بکن و ECU هم به سوزن انژکتور اطلاع میده، میگه آقا سنسور اکسیژن میگه که سوختت داری زیاد میپاشی، اینو کنترلش کن، کمش بکن. کلا تمامی سنسورها تو ماشین‌های انژکتور کارمند ECU هستن. ECU چون بعد آب و هوا و شرایط جوی و ماشین سنگینه یا سبکه رو حساب بکنه، خودش نمیتونه به تنهایی این کارو بکنه. این سنسورایی که هست کارمند ECU هن، به ECU یا کامپیوتر ماشین اطلاع میدن که وضعیت اوضاع از چه قراره. پس شد سنسور اکسیژن وظیفه تنظیم سوخت رو تو ماشین داره و اگر خراب باشه مصرف ماشین خیلی ممکنه بره بالا یا برعکس مصرف خیلی کم بیاد و جفت صورت هم ماشین خفه کار میکنه. ماشینای مدل پایین هم یه دونه داشت، مثلا پرایدای مدل پایین یه دونه داره، مثلا سمند و پرشیا و یه دونه پایین اگزوز میخوره. ماشینای مدل بالا که دیگه رو 4 شدن 2 تا دارن. مهمترینش بالایی است، یعنی سنسور اکسیژن بالا میشه و سنسور اکسیژن پایین. بالا قبل از کاتالیزه و سوخت رو تنظیم میکنه، پایینیه خیلی مهم نیست، یعنی مهم نیست که تو ماشین چیز خاصی ایجاد نمیشه اگه خراب باشه یا اگه سوکتش رو بکشید، چون داره کاتالیزور رو، یعنی اگه کاتالیز باشه این میشه بالاش، پایینم که سنسور اکسیژن پایینه. از کاتالیز دودایی که رد میشه میره توی سنسور اکسیژن پایین، اون متوجه میشه که میسنجه که این دوده از کاتالیز رد شده یا نه، که چراغچک رو روشن میکنه اگه کاتالیز خراب باشه یا نداشته باشی کاتالیز، به شما اطلاع میده، میگه آقا ماشین کاتالیزور نداره، اینو برو اوکیش کن. سنسور مهم اینه که مکمل همین سنسور اکسیژن سنسور مپه. هوای ورودی با سنسور مپه، یعنی هوایی که از دریچه گاز میاد. سنسور اکسیژن هم خروجیه. علاوه بر این که ECU سنسور اکسیژن داره بهش پارامتر میده، یه پارامتر مهمی دیگه برای سنسور مپ یا فشار هوای ورودیه که اصطلاحاً بهش میگن مپ تعمیرکارا. مپ هم میشه منیفولد پرژر سنسور که مخففش میشه سنسور مپ. این هوای ورودی موتور رو میسنجه، به ECU اطلاع میده، میگه الان مثلا هم سطح دریایی یا بالاتر یا پایینتری، نسبت به اون سوخت رو تنظیم میکنه و این دوتا دارن بهش پارامتر میدن نسبت به برنامه ریزی کامپیوتری که شده. این دوتا رو یه نتیجه گیری میکنه که آقا این داره میگه خوبه، این هم داره میگه خوبه، پس اوکیه، به انژکتور میگه که تو کاراتو داری درست انجام میدی. و مشکل زمانی به وجود میاد که سنسور مپ یا سنسور اکسیژن داره دستور میده به ECU که میگه سوزن انژکتور نمیپاشه یا داره خیلی زیاد میپاشه. ECU تذکر میده، یعنی با سیگنالی که داره میفرسته به سوزن انژکتور یا هر قسمتی دیگه بهش میگه شما درست کار نمیکنی، به من دستور، یعنی به من اطلاع دادن که شما داری کم یا زیاد میپاشی، کارتو درست انجام نمیدی. و میبینه 2 بار 3 بار اخطار میده، گوش نمیکنه، توجه نمیکنه، وضعیت همونه، چراغچک رو برای شما روشن میکنه. پس علتی که چراغچک روشن میشه اینه که یکی از سنسورهای ماشین درست کار نمیکنه، میگه آقا برو تعمیرگاه، سنسورهای من یه دونهشون درست کار نمیکنه.